تیم کوهنوردان ولایت غور توانستند تا قله شافولادی کوی بابا را که بیشتر از 5000 متر از سطح بر ارتفاع دارد با موفقیت صعود کنند. تیم 5 نفری کوهنوردان غور به همراه یک تن از کوهنوردان ولایت بامیان طی 2 شبانه روز توانستند برای دومین بار قله شافولادی کوی بابا را صعود نمایند. برنامه کوهنوردی را در سلسله کوههای بامیان برگزار نمودیم که خوشبختانه توانستیم قله شافولادی که خیلی قله ثقیل و چالشی است با ارتفاع 5140 متر از بالاتر از سطح بر الحمدلله خوشبختانه صعود نمودیم. و هدف از برگزاری این برنامه ما به حمایت از آثار تاریخی کشور امان و منار جام باستانی غور می باشد. همراه با تیم 5 نفره ولایت غور خوشبختانه تونستیم دومین قله مرتفع افغانستان قله شافولادی را صعود نماییم. این ورزشکاران پس از صعود قله شافولادی هنگام بازگشت به ولایت غور مورد استقبال گرم مسئولان ورزشی و باشندگان این ولایت قرار می گیرند. قله شافولادی کوی بابا یک قله است که همه ساله کوهنوردای خارجی در اینجا به خاطر صعود میآیند و همچنان از ولایات مختلف به خاطر صعود او قله میآیند. اینک تیم کوهنوردی ولایت غور هم به خاطر صعود او قله رفته بودند که الحمدلله صعود کردند و این فکر کنم دومین بار است که کوهنوردان ولایت غور قله شافولادی را صعود میکنند. گفتنی است که قله شافولادی در مرز میان ولایات بامیان و میدان وردک موقعیت دارد و یکی از بلندترین کوههای افغانستان به شمار می رود.